درس دومی خود رو از فункция دوام میکنیم. در این درس ما سوهای معین فункция رو میبریم، فункция لوگاریتمی و فункция ریشه دار رو، بعد فункция جفت و تاق چی هستن آنها رو میبریم و در آخر دوری مثبت خورتنی فункция تریگنومتری رو هم از نظر میگذارونیم. اول از سوهای معین فункция از روی گرافیک میبینیم. سوهای معین فункция اگر از شما پرسد هم وقت در خط تیری x نگاه میکنیم و از اینجا میبینیم که اینجا در نقطه پوره است از -5 تا 6، یعنی فункция شما در بین این دو فاصله، بین دو این عدد معین است و جواب شما چی میشه؟ بین -5 و همش -5 باشه و در اینجا باید دقت کنیم قوزه محکم است یا اینکه گشاده است. محکم باشه این معنی دارد که همون عددها داخل هستند، گشاده باشد داخل نیستند و در رسم و بسیار وقت گشاده رو با دایره خالی نشان میداده میشود. در اینجا میبینید دایره پره است و از اینجا معلوم میشود که جواب ما د است، بین -5 و 6. مجموع قیمت های فункция رو ببین. مجموع قیمت ها باشد ما به خط y نگاه میکنیم. قیمت های ما در خط y است و از اینجا دیده میتونیم که در اینجا باید نگاه کنیم نقطه فاصله مینیمم و ماکسیموم رو باید از نظر گذاریم. در اینجا گرافیک چپ و راست است. اگر ما این رو راست کنیم چپ شده همه که گرافیک تو داشته است. خیلی من رسم رو گرفتم از کتابچه، یعنی ماکسیموم در اینجا ما چپ آمدگی رسم در اینجا ماکسیموم چی میشود؟ ده میدونیم که 4 y اصلا ماکسیموم 4 شده و اصلا مینیموم -3 شده میتونه در اینجا و قیمت مجموع در بین دو همین عدد است، بین -3 و 4. دایره گشاده نداریم، دایره همش محکم است، یعنی این عددها داخل است. جواب ما د میشود. اکنون بیایید سوال ها رو از جهت گرافیک نه از جهت فункция اگر داشته باشه چیکار میکنیم؟ فункция ریشه دار هم وقت چی معنی دارد؟ درونی ریشه هم وقت باید از نوع کلان باشه یا اینکه برابر، یعنی درونی ریشه ما دو تا ریشه داریم، هر دوش رو الویده حساب میکنیم. وقتی که ما ریشه داشته باشیم این هم وقت کلان یا برابری 0 است. دوم ایفاده هم خیلی است، کلان یا برابری 0، چون که ما میدونیم که درون ریشه مینوس شده نمیتونه و هر دوش رو الویده حساب میکنیم. از اینجا معلوم میشه که 15 x رو اگر به طرف راست گیرم x همه عددهاش نمیتونه که از 15 یا برابری خورده است، یعنی 14 13 9 -10 -30 -100 -میلیون هم خیلی میرود. دومش باشد اگر من 3 رو به طرف راست گیرم x از 3 کلان است، یعنی x از 15 مایده است، x از 3 کلان است. اینها کدام عدد درست میتونه، یعنی بین هر دومین. مثلا برای یکمش گفتیم که -10 درست نه، ولی برای دوم -10 درست نیست. ما باید همین عددها برای هر دو گروه یک عدد رو انتخاب کنیم و اینجا چی میشه؟ بین 3 و 15 هم عدد بین 3 و 15 بیاید. در اینجا برابری است، معنی دارد که این عدد داخل قوس‌های ما همه باید محکم باشد. مثلا یک بار من گفتم که 3 شده نمیتونه، قوس گشوده است و از اینجا معلوم میشه که همه عدد بین 3 و 15 و فункция ما درست میباید. سوال معین فункция اکنون لوگاریتمی داشته است. در لوگاریتم هم وقت دانند که وقتی فункция داشته است همین قسمش هم وقت باید از 0 کلان باشد، یعنی x -3 باید هم وقت برابری نیست، در اینجا هم وقت از 0 باید کلان باشد و اینجا معلوم میشه که x از 3 کلان است، یعنی از 3 تا به آخر 3 داخل نیست. سوال معین فункция اکنون در ریشه ما کسری داریم. این اگر درس نابرابری دیده بوده باشن همچون نابرابری حساب میکنیم، یعنی درون ریشه چیزی نباشد هم وقت باید از 0 یا برابری 0 از 0 کلان باشد یا اینکه برابر. و برای این مثال ها رو کار کردم من در درس نابرابری فهمونده بودم ریشه های صورت و مخرج رو باید ببینیم، یعنی x5 و -5 از بعد خط تیر رو میکشیم و ریشه ها رو میبونیم از خورد تا کلان -5 و 5 و بعد x رو انتخاب میکنیم. مثلا -10 اگر مونم ifade من پلوس یا مینوس میشود اون رو نمیبریم. اگر -10 رو انتخاب کنم ifade من مینوس میشود. بین -5 و 5 عدد رو انتخاب میکنم من بگذار 0 باشد، ifade من مثبت میشود منفی میشود و از اینجا به من از 0 مثبت لازم است. جواب من چی میشود؟ بین -5 و 5، یعنی جواب من برای همین نابرابری بین -5 و 5. لیکن قوس -5 و 5
داخل هستم. داخل نیستم. برای چی؟ چونکه ما در کسر میدونیم که مخرج نول نباید باشد. یعنی اگر من مینوس 5 رو انتخاب کنم چی میشد؟ خطا میشد. و جواب من چی میشد؟ خطا میشد، یعنی تقسیم کردن نمیتونم. مینوس 5 رو داخل نمیکنم. بین مینوس 5 و 5. و از اینجا میبینید جواب ب میشود. سوی فونکسی ما یابیم که در ریشه با کوالیتی داشته است. اگر ریشه ما جفت باشد این همه وقت ifade ما چی باشد؟ از نو یا برای کلام میشود. یعنی از نو کلام باید باشد. اگر تاق می بود همه عددهاش نمیتوانست. اگر تاق می بود یعنی چیکار کنن شرط نیست. یعنی جواب همه عددهاش نمیتواند. جفت که است چیکار میکنیم؟ ریشه ها رو میبینیم. با قوس ها جدا میکنیم. این میشود مینوس x مینوس 6. اگر با قوس ها جدا کنیم و x مینوس 1. رو تفتیش کنیم. اگر قوس ها رو کشون با همین ifade رو میگیریم یعنی اون رو تفتیش کرده ایستودم هم میگیریم. بعد ریشه ها رو اگر یابیم چی میشد؟ x مینوس 6 و x برابر 1. و خط تیر رو میکشیم با ریشه خود مینوس 6 و 1. باز هم که عدد ها رو انتخاب مینوس 100 بگذار باشد. جای x من ifade من مثبت میشد یا منفی. جواب من مینوس 100 مونم چی میشد؟ مینوس میشد. 0 رو انتخاب کنم مثلا پلوس میشد. از 1 کلمه انتخاب کنم مثلا 1000 رو مونم. جواب من منفی میشد. با از اینجا با من چی لازم است؟ با من مثبت بود. یعنی بین مینوس 6 و 1. در اینجا که کسری نیست مینوس 6 و 1 رو انتخاب کرده میتونه. یعنی مینوس 6 و 1 داخل هستن چون برابری است. جواب ما میشود. سوی ما فونکسیا با لوگاریتم داشته است. هر دویش رو میتونید شما یک جای کنید از جهت قاعده لوگاریتم یا اینکه جدا جدا حساب کنید. با لوگاریتم داشته است همه وقت این دو ifade باید از نام کلام باشد. برابری نیست. در اینجا باید دقت کنید. یعنی از اینجا معلوم شد 4 x از 4 خورده است یا اینکه x از مینوس 9 کلام است. یعنی از x از مینوس 9 کلام است بین مینوس 9 و 4. 9 و 4 داخل نیستن و جواب ما ب میشود. بین مینوس 9 و 4. عددی بتونی کلان x رو بید که به سوی ما فونکسیا تعلق داشته باشد. در این مثال چیکار کار میکنیم؟ بیاین اول سوی ما رو حساب کنیم. c1 مینوس 3x باید از 0 کلان باشد. c1 3x و c1 تقسیم 3 x از c1 تقسیم 3 خورد است. یعنی c1 تقسیم 3 از 10 کلان است. از 11 مایده بین 10 و 11 است. بتونی کلانترین ما x ما چیش نمیتونن؟ 10 ش نمیتونن. یعنی c1 تقسیم از 10 کلان است. بتونی ما 10 میشود. کدامی از فونکسیا تاق است؟ کدامی از جفت است؟ یک مثال کار میکنم. با خاطر بیارین اگر جای فونکسیا ما مینوس x مونم و فونکسیای خودم رو به دست گیرم این فونکسیا جفت است. اگر ما جای x مینوس x مونم و جای ما فونکسیا ما مینوس شود این فونکسیا ما تاق است. بیاین از فونکسیا ببینیم. مثلا فونکسیا داشته است جای x مینوس x میمونم چی میشود؟ مینوس x در درجه 4 جمع کوسینوس مینوس x. و این چی میشود؟ این میشود با x درجه 4 جمع کوسینوس x. این از تریگونومتری اگر دانیم در 4 چهارک کوسینوس با مثبت است و کوسینوس x برابر است. یعنی نگاه کنید فونکسیا با خودش تبدیل داده شد و این فونکسیا چی است؟ این فونکسیا جفت است. از ما چی یافت میخواد؟ فونکسیا تاق رو. دوم فونکسیا رو میبینیم. تانگنس مینوس x جمع مینوس x در کوادرات. این میشود در تانگنس این در 4 چهارک تانگنس مینوس است. مینوس تانگنس x میشود جمع x کوادرات. نگاه کنید خودش نشد یعنی جفت نیست. لیکن همه ifade هم مینوس برعکس اشاره نگرفت. یعنی اگر همش مینوس میشد اینا مینوس میشد بعد تاق میگفتیم. لیکن در اینجا مینوس و پلوس اومد یعنی دیگر حرکت شد. نه جفت نه تاق. یگان چی نشد. نه جفت نه تاق است. C رو میبینیم یعنی B خطا است. R جفت است تاق نیست. C رو میبینیم کوتانگنس در اینجا کار کنم مینوس x مینوس x در کوادرات. باز در این 4 چهارک این مینوس کوتانگنس x میشد مینوس x کوادرات. باز چی شد؟ خودش نشد یعنی جفت نیست.
ишораҳои ҳам ҳамаш иваз нашуд, яктани котангез иваз шуд. Агар ҳамаш иваз буд, ток мешуд. Дар ин ҷо метавонем ки ин не ҷуфт не ток аст. Охиронашро мебинем. Агар ман ҷои синус минуси x ро мебинам, мо медонем ки дар чорум чоракчи мебинем минус синус x. Аз ин мебинем ки ифодаи мо минуса шуд. Аз рӯи қоида ин ток аст. Саволҳои охирон, даври мусбати хурдтарини функсияҳои чӣ хел меёбем? Барои синус косинус даври мусбат t нишон диҳем. Даври мусбати хурдтарин ин ҳамвақт 2π тақсими a. A чи аст? A коэффициенти x аст. Коэффициенти x дар ин ҷо 1 тақсими 5, дар ин ҷо 1 тақсими 2. Агар шумо тангенс ё котангенс дошта бошед, даври мусбати хурдтарини шумо ин p тақсими a. Яъне a боз коэффициенти y аст. Дар ин саволо нигоҳ кунем. Масалан, коэффициенти x чи аст? 1 тақсими 5 аст. Ва аз рӯи формулаи мо чӣ мешавад? Даври мусбати хурдтарин 2π тақсими 1 тақсими 5 ин мешавад 10π мешавад. Яъне 10π. Дар 10π як давр мезанад. Дуюмашро бинем. Боз чи аст? Косинус аст. 2π тақсими коэффициенти x чи аст? 1 тақсими 2. 1 тақсими 2 ро монем 4π мешавад. Яъне баъд 4π як давр мехӯрад. Агар тангенс хурдтарин бошад, p фақат тақсими коэффициенти x мекунем.